سلام، به برترین ها خوش آمدید. تو این ویدیو راجع به 5 مکان عجیب و شگفت‌انگیز که تا حالا در موردشون نشیدین صحبت میکنم. پنجمین مورد حتما شگفت زدت میکنه. با ما همراه باشید. مورد اول، کوهی که میدرخشه. این پدیده طبیعی به نام آلپنگلو در کوههای آلپ سوئیس رخ میده. وقتی خورشید غروب میکنه، این کوهها به رنگ‌های قرمز و طلایی در میان و درخشش شگفت‌انگیزی پیدا میکنه. اما سوال اصلی اینجاست، این درخشش فقط یک پدیده طبیعیه یا شاید در این کوه‌ها رازهایی نهفته که هنوز هیچکس نتونسته کشف کنه؟ مورد دوم، جنگل معلق روی دریا. این جنگل نه تنها یکی از عجیب‌ترین مکان‌هاست، بلکه قدرت طبیعت رو به انسان‌ها نشون میده. جنگل ایرفیلد در استرالیا واقع شده، جایی که درخت‌هاش در کشتی‌های قدیمی رشد کردن و به دلیل غرق نشدنشون به شکل معلق روی دریا شناور هستن و معروفیت جهانی پیدا کردن. مورد سوم، غارهای یخی در قطب شمال. غارهایی در قطب شمال که تمامی دیوارها و سقفش از یخ ساخته شده و وقتی واردش میشید همه چیز درخشندگی خاصی پیدا میکنه. این غار در آلاسکا قرار داره و به نام غار کاستنر شناخته میشه. نور خورشید از شکافهای یخ عبور میکنه و فضایی شبیه به کریستال‌های درخشان ایجاد میکنه که همه رو شگفت زده میکنه. اما نکته مهمتر اینه که این غارها خیلی خطرناکن، چون به دلیل تغییرات شدید دما ریزش یخ میتونه هر لحظه اتفاق بیفته. اما شما چطور؟ حاضرید وارد این غارها بشید؟ نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید. مورد چهارم، جزیره درختان آبی. یکی از عجیب‌ترین جزیره‌های دنیا. این جزیره در استرالیا قرار داره و درخت‌ها عمدن به رنگ آبی رنگ‌آمیزی شدن تا به یکی از بزرگترین چالش‌های طبیعت یعنی جنگل زدایی اشاره کنن. این جزیره نه تنها از نظر زیست محیطی فوق‌العاده مهمه، بلکه از اونجایی که به پروژه هنری نیکولاس هیر مربوط میشه، میخواد توجه دنیا رو به آسیب‌های زیست محیطی جلب کنه. مورد پنجم، دریاچه‌ای که رنگش تغییر میکنه. آیا تا به حال به دریاچه‌ای فکر کردین که رنگش رو به طور طبیعی تغییر بده؟ این دریاچه نه تنها شگفت انگیزه، بلکه باعث شده مردم محلی در اندونزی باور کنند که این دریاچه‌ها به روح‌های مردگان تعلق دارن. اما دلیل این تغییر رنگ چی میتونه باشه؟ دریاچه کلیموتو در کوه آتشفشانی کلیموتو قرار داره و به دلیل فعالیت‌های آتشفشانی زیر آب رنگ‌های مختلفی پیدا می‌کنه. این دریاچه‌ها حتی برای مردم محلی هم به عنوان نماد روحانی شناخته میشن و مردم محلی باور دارن که جادویی در زیر این دریاچه‌ها در جریان هست.